روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه یارانش راه پیش گرفت جانب تماشای بیابانی. از دور چشم مبارکی پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک حیوان افتاد. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مجراه سفری خویش را به اون نزدیک میکرد. یارانش گفتن یا رسول الله چرا راهی سفر را تغییر دادی؟ گفت من میخواهم از حال اون حیوانی که ما را نظاره دارد با خبر شود. زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به نزد او رسید و دید که یک حیوانی به مثل آهو دیدار رسول الله تماشا دارد اما اشک میریزد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت چرا در اینجا ایستاده ای و مکانی نمیروی؟ گفت یا رسول الله من یک مادر آهو هستم، به خاطر رزق فرزندان به این صحرا آمدم و در قبخان این مجوسه نامرد در مانده ام. من این را میگویم که من را رها کن تا بروم فرزندان خردسالی دارم اونها را شیر بدهم گشته می آیم جان من قربانی تو، اما باورم نمی کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن یهودی را به نزد خود دعوت کرد و گفت چرا سخن این را باور نمی کنی؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من محمد هستم. آن یهودی که با محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نداشت و دشمنی داشت گفت آیا تو دیوانه شدی که برای یک آهو به نزد من آمدی؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت این را رها کن تا به نزد فرزندانش برود، آنها را غذا بدهد، شیر بدهد و ساعت بین همدیگر بمانیم، اگر نآمد جان من قربانی. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مردانگی محمد صلی الله علیه و سلم گریه میکردند. یهودی خرسند شد، دست و پای آهو را رها کرد و او دوان شد نزد فرزندان و رسول الله در نزد او بماند. آهو زمان به نزد فرزندانش آمد که اونها انتظار مادر بودند و گفتن مادر چرا سراسیمه ای؟ هر روز می آمدی با یک مهربانی با یک آرومی ما را شیر می دادی، امروز چگونه سراسیمه هستی؟ گفت ای فرزندانم من در قبخان یهودی در ماندم. گفتم کی تو را رها کرد؟ گفت پیامبری بشیر و نذیر محمد صلی الله علیه و سلم. فرزندان گفتند آیا تو از خدای محمد نترسیدی که او را در یهودی بدبخت در گلو ماندی؟ ای مادر زمانی که تو به نزد ما نمایان شدی الله محمد ما را سیر کرد، ما احتیاج به شیر فیسانی تو نداریم. برو که یهودی محمد صلی الله علیه و سلم این پیامبری بشیر و نذیر آزار ندهد. آهو دوان شد به نزد حبیبی مهربان. زمانی که از دور نمایان شد یهودی از هوش رفت، خود را به زمین پرتافت. یاران او را برداشتن آب میزدند. وقتی که به هوش آمد گفت یا محمد دین تو بر حق بود است، این حقیقتی دین حال توست که این حیوان تو را گوش میکنه. چنین محمد بود، چنین پیامبری بشیر و نذیر بود. ای محبوبان محمد صلی الله علیه و سلم ما در قلبمان از محبت مال، از محبت دنیا، از محبت زن و فرزند محبت رسول الله جا کنیم، زیرا روز قیامت شفاعتگری این امتی گمراه است، شفاعتگری گناهگاران است، شفاعتگری امتی محبان است. و سلام علیکم و رحمت